به نکته خوبی اشاره کردید. فلسفه دو تا معنا داره. یکی معنایی که به معنای همون رشته فلسفه هست، یه سری بالاخره کتاب‌های خاصی هست و تاریخ فلسفه رو میدونیم. فلسفه یک معنای عامی هم داره. حالا اونی که شما فرمودید مثلا فلسفه اقتصاد، فلسفه مثلا ریاضی، یعنی ریاضی به کجا میره، قراره چیکار کنه، اینا بهش میگن فلسفه مضاف. یعنی یه فلسفه محض داریم، یه فلسفه مضاف، یک فلسفه هم داریم به معنای عام خودش. این خیلی در ایران مخفوله. مثلا ببینید، فرض کنید که یک برنامه طنز در تلویزیون وجود داره، اسمش اینه که آقا این برنامه طنزه. یه نفر نمیتونه بیاد بگه که آقا تو این برنامه مثلا به بچه‌ها اخلاق یاد ندادن. کسی نمیاد بگه که در این برنامه مسائل اقتصادی مثلا مطرح نشد، چون اون سازنده برنامه میگه آقا این فلسفهش اینه که فقط کمدی باشه، طنز باشه. اینجا برای همه روشنه که آقا این برنامه فلسفهش طنزه، این برنامه فلسفهش اقتصاده. ببینید، وقتی که ما مشکل پیدا میکنیم که مثلا بیایم بگیم که در فرض کنید شهرداری ها فلسفه ایجادشون این هست که شهر رو گسترش بدن. اگر شما به یک منطقه مراجعه کردید دیدید که شهرداری بزرگترین مانع برای ساخت و ساز اون منطقه هست، یعنی کسی میخواد خونه بسازه، کسی میخواد در واقع گسترش بده، انبوه سازی کنه یا مشکل دیگران رو در مورد خانه سازی برطرف بکنه، با مشکل مواجه میشه، شما باید نتیجه بگیرید که آقا کسی بالا سر این شهرداری به عنوان در واقع ناظر بر فلسفه شهرداری نیست. یعنی شهرداری با فلسفه خودش که کمک به رشد شهرسازی بوده الان به تناقض رسیده، به تضاد افتاده. پس وجود افرادی که در هر رشته‌ای فلسفه اون رشته رو بدونن و مواظب باشن، فلسفه اون پدیده رو اصلا بله، فلسفه اون اصلا، فلسفه اون اداره، فلسفه مثلا این مدرسه، فلسفه این، حالا من مثال میزنم از کتاب‌های دبیرستان، شما هم اشاره کردید، گفتید که یک ژاپنی کتاب‌های درسیشو بر اساس نیازهای خودش، دانش آموزان خودش طراحی کرده، بچه‌های خودش طراحی کرده. خب اگر کسی مثلا من توی کشورم اون کسی که کتاب‌های درسی رو تدوین میکنه بره مثلا کتاب‌های فرانسوی رو نگاه کنه و اونو ترجمه کنه، عناوینش رو، و همونو بیاره بنویسه و چاپ کنه، این در واقع این فیلسوف نیست. یعنی اون فلسفه تعلیم و تربیت رو نمیدونه و بالا سر این در واقع چاپ کتاب‌های درسی و نوشتن کتاب‌های درسی یک انسان فیلسوف و متفکر وجود نداره. آخه یه چیزی هم هست که از اون بره بومه، یعنی بعضیا میگن که آقا ما نباید صرفا ترجمه کنیم، دستگاه ترجمه باشیم از چیزی که کشورهای دیگه. این کاملا درسته، چون هر کشوری به خصوص کشورهای توسعه یافته تمام سیستم هاشون یه فلسفه‌ای دارن که بر مبنای اون طراحی کردن. ما ترجمه کنیم، کپی کنیم، یه چیز احمقانه ایه، مثل اینکه لباس فری سایز که نیست به همه بخوره. اما از اون طرف میان توی ایران میگن که بیایید و بومی سازی بکنیم. خیلی هم چیز خوبیه، ما بیایم سیستمی رو مبتنی بر کشور خودمون، ولی این فلسفه پشتش اول باید فلسفه مشخص بشه که من اصلا فلسفه ساخت مدارس در ایران چیه. خب ببینید، من الان در مورد همین ترجمه یه مثال بزنم خدمتتون که فلسفهش، ببینید یک بار هست من میخوام یه مقاله بنویسم از مثلا 50 تا عالم مثلا اقتصاددان یا دینشناس، حالا رشته تخصصی خودم، از 50 نفر دینشناس نقل قول کنم. اینجا من باید عیناً حرفای اونا رو ترجمه کنم، چون میخوام از اونا نقل قول کنم و میخوام مثلا هموطنان من هم بدونن که مثلا آقای میرچا الیاده چی گفته، و بعد حرف خودم رو در کنار اون بزنم، یه مقاله جدا می‌نویسم، میگم آقا این نکته رو آقای میرچا الیاده گفته، من هم این نکته رو میگم. پس
هم نوشتن باید باشه هم ترجمه باشه. نمیشه که بگیم آقا ترجمه رو بذارید کنار، ما بریم سراغ تدوین و مثلا تألیف. خب وقتی شما از عقاید بقیه خبر ندارید، دوباره از ابتدا چرخ نمیشه ساخت، باید ببینیم بقیه. مثالی بزنم خدمت شما. یک شخصی در مورد پلورالیسم کتاب نوشته بود، من خودم این کتاب رو دیدم. کتابایی که نوشته بود آخرش مثلا شما میدیدید که 50 تا 60 تا منبع داره. منبع ها همه فارسی بود، منبع انگلیسی. و بعد حالا جالب اینه که در مورد پلورالیسم کتاب‌های قوی هنوز ترجمه نشده به فارسی. خب این چی رو نوشتی؟ و نوشته و خیلی هم پرفروش، خیلی مثلا ظاهر زیبایی داشت، فروش رفته. ببینید مشکل اینه، مثلا ما اسم هایدگر رو خیلی شنیدیم، کتاب‌های اصلی هایدگر هنوز ترجمه نشده به فارسی و اصلا کسی به این راحتی که نمیتونه ترجمه کنه. پس هر کدوم فلسفه خودش رو داره. یه نفر میشونه میگه آقا ما نباید ترجمه کنیم، ما باید خودمون تألیف کنیم. تألیف کن، ما ببینیم. آخه نبود فلسفه برای سازمان‌های اجتماعی تو ایران خیلی مشهوده. وقتی این آدم بیاد بیرون میفهمه. مثلا فلسفه دانشگاه‌ها تو ایران. بله. من 7 ساله گفتم قبلا اینا 7 ساله که در دانشگاه کیوتو هستم. مقطع ارشد و دکترا و چند سالم به عنوان دستیار تحقیقات کار کردم. من اینجا متوجه شدم یک چیزی به نام فلسفه دانشگاهی وجود داره. ما اصلا چی کار میخوایم بکنیم، به چه دلیل؟ یک فیلسوف میاد این رو طراحی میکنه و اینا بر مبنای اون قدم برمی‌دارن. ما تو ایران اینو نداریم. اتفاقی که توی ایران، هند، بنگلادش، این چند تا کشور افتاده، آموزش ارزان و رایگان هست و اون رتبه بندی علم باعث شده که ما ایران، هند و بنگلادش بسیار مثلا 100 برابر نیازشون اومدن مهندس تربیت کردن، مهندس و پزشک تربیت کردن، چون اصلا فلسفه‌ای پشتش نبوده ما برای چی می‌خوایم این کار رو انجام بدیم. مهندس و پزشک تربیت کردن. ظاهرا هند رتبه اوله که چند صد برابر، شاید 1000 برابر نیازش مهندس تربیت کرده. اونی که توی غرب نشسته، کشور توسعه یافته نشسته، اون ولی فلسفه داره. اون نشسته فکر میکنه، میگه که خب من توی کشورم پروژه دارم، من باید کشورم توسعه پیدا بکنه. چیکار میکنم؟ یک آدم ایده پرداز نخبه میارم، افرادی که واقعا ایده های بزرگ دارن. یکیش مثلا تابلوش دیگه ایلان ماسکه، میاد میگه که من ایدم اینجوریه، کشور اینجوری اداره بشه. بعد میگن خب چی لازم داری؟ همه رو میخریم. از جمله ملزوماتش چند تا مهندس و پزشک میخره. اینا رو وارد میکنه. از کجا؟ از کشوری که آموزش در اون رایگان یا ارزان قیمته، مثل ایران، مثل هند، مثل بنگلادش. توی آمریکا گرونترین سیستم آموزشی رو ما داریم. کسی بخواد مهندس بشه 4 سال لیسانس، بدهیش شاید 20-30 سال طول میکشه تا پس بده. در بسیاری از کشورهای جهان گرونه. پس این میاد فکر میکنه و میگه من اینو وارد میکنم مثل یک کالا، نیازمو برطرف میکنم، اونا بذار زحمت تربیتش رو بکشن، من اینو وارد میکنم. و بعد یه نکته دیگه وجود داره توی ایران، این مسئله وجود داره که شما میخوای فارغ التحصیل بشی توی ارشد و دکترا، باید مقاله ISA بنویسید. بله. مقاله در سطح ژورنال‌های جهانی بنویسید. درسته؟ مقاله در سطح میگم اصلا فلسفه‌ای پشتش نیست. اینه شما مقاله در سطح جهانی بنویسی یعنی چی؟ یعنی یک مسئله رو پیدا کنی که برای اون ژورنال جذابه. بله. پس شما نمیتونی بیای مشکلات منطقت رو در نظر بگیری. تو ایران الان مشکل اینه، من بهش فکر بکنم. چرا؟ من میخوام رضایت اون نشریه رو به دست بیارم. پس میام با مشکلات اونجا آشنا میشم، مقاله رو مینویسم، برای اونا میفرستم، نتیجه میگیرم، فارغ التحصیل میشم، به هیچ درد مملکتم نمیخورم، چون اصلا ارتباطی بین دانشگاه و مملکت نیست. خیلی راحت اپلای میکنم، مقاله‌مو میفرستم، مثلا رزومم رو میفرستم برای شرکت غربی، نگاه میکنه میگه بله این مشکل رو حل کرده، بس به درد پروژه من میخوره، برمی‌داره میبره. در حالی که در ژاپن اینجوری نیست. توی ژاپن اصلا اینجوری نیست. یه چیزی بهتون بگم خیلی شگفت انگیزه. توی ژاپن من میتونم بگم که بیشتر علوم و تحقیقات هرگز ترجمه نمیشن، هرگز در ژورنال های جهانی چاپ نمیشن. بخش عمده‌اش، نمیخوام عدد بگم که حالا بعداً، چون چنین عددی اصلا وجود نداره که شما بخواید در موردش تحقیق بکنید، منم ندارم یه همچین عددی رو.
تجربه‌ای که تو این سالا اینجا کردم اینه که بخش اعظم علوم در ژاپن هرگز ترجمه و در نشریات جهانی چاپ نمیشن. یعنی دنیا نمیدونه اینا دارن چی کار میکنن. چین از ژاپن هم حالا بدتره. توی سیستم علمی کشور ما ایران مطرح نیست. یعنی ما نمیتونیم دانشجو رو تربیت بکنیم با کتابای ترجمه شده یا حالا هر چی و بعد بیایم مقاله ISI ازش بخوایم و بعد بگیم حالا بیا مشکل مملکت رو حل کن. این اصلا با مشکلات منطقه خودش آشنا نیست. توی ژاپن بخش اعظم علم هرگز ترجمه نمیشه. از روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه بگیرید تا مهندسی و پزشکی. حتی ابسترکت رو به انگلیسی ترجمه نمیکنن. تعداد مقالات رو من بعضی وقت میام مقایسه میکنم بین اساتید ایرانی و اساتید ژاپنی. اصلا جا میخورم. اصلا قابل قیاس نیست. مثلا استاد ایرانی چند سال استاد تمام شده 200-300 تا مقاله داره. استاد ژاپنی که الان دیگه تاپ توی دانشگاه توی سازمان ملل داره درس میده نمیدونم چه کار میکنه، این شاید 40 تا مقاله، 40 تا هم نداره، مثلا 30 تا مقاله داره. بله. خب چون اصلا نمیاد ترجمه بکنه. من توی سال اول دکترا یک درسی رو برداشتم، البته اشتباه متوجه شده بودم اون درس رو برداشتم و اینا اومدن قبل از یعنی انتخاب واحد که تثبیت شد اومدن از من یک ایمیلی دادن، گفتن که یک تعهدی باید بدم، تعهد بدم که هیچ چیزی از این کلاس حتی یک جمله یک عکس بیرون درز نمیکنه. این خب درس‌ها تو دانشگاه‌های اینجا که کتاب نداره، برخلاف ایران که کتاب معرفی میکنن، منبع معرفی میکنن. ما اصلا نه کتاب برامون معرفی میکنن نه منبع. من ارشد و دکترا رو اینجا خوندم، هیچ کتابی معرفی نمیشه، اون که هیچ. این درسای ما اینطوری بود که استاد میاد یک فایلی رو معرفی میکنه و به شما این فایل رو میده که 1-2 روز قبل از کلاس بارگذاری میکنه توی وبسایت بچه‌ها. توی این کلاس چنین چیزی وجود نداشت. بعد نامه فرستادن به خونه ما قبل از شروع کلاس ها که من اینو امضا کنم و بفرستم که تعهد میدهم هیچ چیزی از این کلاس رو بیرون صحبت نکنم. بله. شما ممکنه اینو بشنوید بگید در مورد نیروی نظامیه، در مورد تحقیقات سری مثلا سطح بالای فلانه. در مورد باکتری روده بود کلاس در مورد باکتری روده بود. بله. من متوجه شدم تمام کشورهای توسعه یافته میان اینا رو از هم قایم میکنن تحقیقاتشون رو. چرا؟ اصلا ترجمه نمیکنن، مقاله رو چاپ نمیکنه. شما فکر میکنید اصلا بیان مطالب علمی رو ژاپنیا بیان تو وبسایت بذارن، اصلا به انگلیسی ترجمه کنن، به دانشجوهاشون بگن اصلا اینجا شرط چاپ مقاله نداریم. یعنی داریم برای دکترا من الان باید یه مقاله چاپ بکنم، ولی یه دونه مقاله. ارشد اصلا مقاله نباید چاپ بکنه، استاد اصلا با تعداد مقالاتش نمیشمارن، به اهمیت پروژهش و تو کشور خودشون مطرحه. من از یکی از این اساتید پرسیدم که این باکتری روده و اینا کار میکنن، گفت الان مسابقه تو جهانه، توی خیلی از تحقیقات این داشت همین باکتری روده رو میگفت. گفت خب خیلی از تحقیقات مربوط به جوانی و میانسالی و بیماری ها مربوط به این تحقیقات باکتری روده هست. ایشون گفت یک قلمش رو من برای تو توضیح میدم، یه قلم خیلی پیش پا افتاده شد. پس شما دارید در واقع مطالب اون کلاس رو میگید؟ نه این اصلا به اون کلاس مربوط نیست، چون من شرکت نکردم به خاطر تداخل زمانی که داشت. من شرکت نکردم. من با یکی از اساتید صحبت می‌کردم، گفتم که ایشون یک مرکز تحقیقات باکتری روده توی اوساکا دارن که اومده بودن برای ما سخنرانی کنن. ایشون میگفتن یکی از علل اهمیت تحقیقات باکتری روده یک قلم خیلی کوچیکشون. گفتن کارخونه‌های لوازم آرایش، گفتن چند تا شرکت توی کره و چند تا شرکت توی ژاپن لوازم آرایشیشون رو بر مبنای تحقیقات باکتری‌های روده میسازن. اون لوازم آرایش به خصوص جوان کننده پوست، این مربوط به لیفتینگ و جوان کننده اینا، کاملا مرتبط با اون تحقیقات مربوط به باکتری روده و اینا اومدن توی محصولشون از فناوری استفاده کردن که اون حالا باکتری ها رو مکانیزمش رو راه میندازه. بعد میگفت چرا باید بیاد تحقیقاتش رو به شما بگه وقتی پول خرجش کرده، پول در بیاره، میلیون ها دلار خرجش کرده. ما ساده‌انگاری ما بگیم که اونو میاد توی مقاله قشنگ صاف و ساده در اختیار بقیه قرار بله میذاره همه در دسترسشون باشه.
حالا من یه مثال دیگه ای رو بگم خدمتتون. وقتی که ما اومدیم دانشگاه ریوکوکو اولین بار در واقع کنفرانس مشترک داشتیم، من از یکی از این اعضای هیئت علمی دانشگاه پرسیدم که شما سالی چند تا باید مقاله در واقع بنویسید چاپ بشه؟ این گفت که اصلا اجباری نیست، اگه یه نفر خواست مثلا بنویسه خب خیلی خوبه، ولی اجباری نیست. گفتم یعنی شما اصلا نوشتن اجباری نیست؟ گفت نه، اصلا انتشار اجباری نیست. آره مثلا حالا من اگر مثلا هر 3-4 سال یک بار یک کتابی چیزی بنویسم از آنچه که در مثلا کلاس ها بوده، خیلی خوبه، امتیازی هست مثلا برای خودم که رزومم قوی بشه، ولی اجباری در کار نیست. من مقایسه کردم با ایران که اگر ما سالانه 2 تا مقاله نمی نوشتیم در واقع از حقوقمون کسر می شد. ژاپن اگر میخواست تحقیقاتی که انجام میده رو برای نوبل بفرسته، اون چیزهایی رو دیگه اومده جهانی کرده و نوبل براشون گرفته که از چه میگن رسیده به اون مرحله آخر، منتشر کرده و جایزه نوبل رو گرفته. اصلا اینا منتشر نمیکنن. در مورد مثلا واکسن، من یادمه که زمان کرونا یک گروهی، خب دانشگاه کیوتو دانشگاه دوم ژاپن هست ولی دانشکده پزشکیش اول ژاپن، یعنی از توکیو بالاتره. موقعی که کرونا شروع شد یک مسابقه افتاد بین کشورهای توسعه یافته که کی زودتر به واکسن میرسه. یک مسابقه کاملا مخفی که کی زودتر به واکسن میرسه که بفروشه. من الان از یکی از بچهای ایمونولوژی که الان دستیار استاد هست شنیدم که ایشون اون موقع دانشجوی ارشد بود، جزء نخبه ها بود. میگفت 30 نفر از نخبه های کشور که اکثرا هم از دانشگاه کیوتو بودن، وزارت بهداشت مرکزی برده بود ایزوله. گفت ما 8 ماه ایزوله بودیم برای تحقیقات رو واکسن، از اولین روزی که اسم بیماری کرونا اومده بود. بعد میگفت ما مراحل آزمایش بودیم که آمریکا اعلام کرد که به واکسن رسیده و اینا، بعد اینا شکست. اتفاقا اینا هم داشتن روی آرنا کار میکنن، یعنی همون سیستم واکسن رو اینا هم داشتن کار میکنن. بعد میگفت که ما شکست خوردیم و بعد طرح دیگه متوقف شد و برگشتیم دیگه، هر کی اول برده بود مسابقه است دیگه، مثل اس فامیل استاپ که زدی دیگه بقیه کار نمیکنن. بعد میگفت ما هم بلند شدیم اومدیم کیوتو. برای من انقدر جالب بود که اخبارش رو در خود ژاپن هم منتشر نکردن. بله. چه برسه به این که بخوان جهانی اعلام کنن که ما فلان کارو داریم میکنیم. اصلا تو خود ژاپن هم اعلام نمیکنن. شما گفتین که توی ریوکوکو وقتی میرفتین برای کنفرانس ها اصلا فضای مجازی. بله ما با دانشگاه ریوکوکو یک کنفرانس خیلی جدی داشتیم که الان در سایت دانشگاه ریوکوکو هست. شاید میتونم بگم که 90% صحبت ها، کنفرانس هایی که من در هم کیوتو هم توکیو داشتم توی سایت ها نیومده، یعنی حتی به اندازه یک جمله خبر هم نیومده. یعنی برای اونم تعریف دارن. مثلا اگر 2 تا دانشگاه با هم به تفاهمی رسیدن، یک اتفاق خیلی خاص افتاد، این باید در سایت بیاد. من یادمه که ما هر یک کنفرانس ساده و خیلی ابتدایی هم در ایران داشتیم، معمولا خبرش رو توی سایت میذاشتیم با آب و تاب. نمیدونم این آب و تاب، این هرس برای ترجمه و دیده شدن جهانی. فلسفه وجود نداره یا غلطه دیگه. چرا باید بقیه بدونن؟ مثلا چرا باید من مقاله بنویسم؟ یکی از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف الان اینجا توی ژاپنه، این خانم میگفتش که از ما مقاله در بالاترین سطح میخوان توی صنعتی شریف. بعد میگفت من مشکلی که اومدم حل کردم و براش مدل طراحی کردم مشکلی بود که تو میتسوبیشی ژاپن بود. و بعد میتسوبیشی ژاپن بهش پول داده بود پاشو بیا اینجا. یعنی برای ایران تو اگر بیای مشکل رو حل بکنی اصلا مقالت ارزش نداره. ببینید الان ایران با مشکل اقتصادی مواجهه دیگه، همه میدونیم. الان یه زمانی انگلستان با همچین مشکلی که ایران الان مواجه شد و یک شخصی به نام جان مینارد کینز اومد و مشکل رو حل کرد. یعنی گفتن آقا ایشون آقای کینز هست و الان به اون اقتصاد کینزی میگن. انگلستان رو از ورشکستگی نجات داد در واقع. من با خودم میگفتم اگر توی ایران
یک کینز به وجود بیاد، مثلا کینز باشه بیاد بگه آقا من میدونم چی کار باید کرد، آیا اصلا کشف میشه؟ یعنی بهش اعتنایی میشه؟ یعنی اون سیستم متوجه شده که در انگلستان 100 سال پیش متوجه شده که آقای کینز نظریش خوبه و ازش استفاده کرده و نجات پیدا کرده. الان در دانشگاه‌های ما فرض کنیم کینز هست، افرادی اقتصاددان‌هایی در حد مثلا آدام اسمیت یا جان مینارد کینز هست، آیا اصلا شناخته میشه؟ یعنی میشه کسی بهش بها میده، تشخیص داده میشه، حرفش جدی شمرده میشه؟ خب اینو بهش میگن خودشناسی. جامعه من نمیتونه کینز رو تشخیص بده. اگه مقاله ISA نداشته باشه که اصلا بهش اجازه حرف زدن به من میگه که آقا من در یه دانشگاه تدریس میکردم، البته مشخص کدوم دانشگاه، من در رشته آیین بودا کار میکردم و کتابی داشتم بسیار نازک. خب آیین بودا بود دیگه. یه شخصی کتابی در رشته علوم اسلامی کار میکرد و کتابش چندین برابر کتاب من حجم داشت. خب علوم اسلامیه دیگه. اومدن گفتن آقا، به من گفتن که تو بدهکاری، تو به لحاظ مالی بدهکاری چون کتابت حجمش کمه و ایشون طلبکاره چون بیش از اون چی که ازش میخواستیم نوشته. من گفتم آقا اینو من با بدبختی تک تک من نتونستم اثبات کنم و بدهکار موندم. یه سیستم کمیت پسند ما تو ایران داریم. چند تا مقاله به خاطر اون کتاب دانشگاه ریوکوکو 3 بار منو دعوت کرد اینجا، به فاند داد، با هم اومدیم دیگه. و توی ایران به خاطر اون کتاب دانشگاه منو گفت که 1 سال تو پر نکرده و تو باید ساعت بیشتری کار کنی. این یک سیستم کمیت پسندی ما توی ایران داریم که به نظرم بلای جان ما شده و باز هم دلیلش همینه که ما فلسفه ما اصلا برای چی باید کتاب رو بنویسیم، برای چی باید مقاله رو بنویسیم. من میخواستم یه کار تحقیقاتی همکاری بکنم توی ایران، حالا توی رشته خودم در مورد پریونشن، پیشگیری. یک ایمیلی دادم به یکی از مراکز پیشگیری، بعد گفتن که رزومه رو بفرست بریم. رزومه رو فرستادم و گفتن نخیر شما اصلا مقاله مرتبط نمیدونم چی اصلا رد کردم. بعد من میگفتم خدایا من تو دانشگاه، یکی از دانشگاه‌های برتر جهان پذیرفته شدم و اومدم درس میخونم، از من سابقه نخواستن و اینا توی ایران میبینه من الان تو این دانشگاه، یعنی اعتبار برای اونجا میشه وقتی کار مشترک نپسندیدن و نپذیرفتن که کار بکنم. چون کمیت مهمه. چند تا مقاله داری و مقاله‌ای که داری به هیچ درد ایران نمیخوره، چون فلسفه پشتش نیست. اصلا دانشگاه قرار نیست به درد جامعه بخوره. برای چی داره جامعهمون داره نیرو تربیت میکنه که چرخدنده های توسعه غرب بچرخه. آموزش رایگان و آموزش ارزان قیمت ما در ایران فراهم میکنیم. حالا ممکنه خیلی ها میگن دانشگاه انقدر ارزون نیست، با توجه به وسع مالی مردم شاید بگیم ارزون نیست، ولی در دنیا یکی از ارزان ترین آموزش های با کیفیت رو ما هندیا و بنگلادشی ها داریم میدیم و نیرو تربیت میکنیم که صادر بکنیم. متفکر تربیت نمی‌کنیم، جامعه شناس تربیت نمی‌کنیم. آمریکا یکی از بیشترین بودجه‌هاش در بخش روانشناسی هست. ببینید من این بحث فلسفه رو خیلی دوست دارم، به خاطر اینکه برای من سوال بود که وقتی اینایی که از کشورهای توسعه یافته میاد برنامه ریز و فیلسوف تربیت میکنه، خب که چطوری از منابع موجود که منابع بخشش اون مهندس دکترای تربیت شده در ایران و هند و بنگلادش هستن چطور استفاده بکنه. یک پرانتز این وسط یه توضیح بدم. بعضی وقتا مردم میگن که سیستم آموزشی غرب داره به سمت ارزش‌های انسانی پیش میره، بچه‌ها رو تحت فشار نذارید. فلسفه وجود نداره که ما اصلا مدرسه‌مون، ما اصلا اولا شبیه به غربیم. ما چرا میخوایم مدرسه بسازیم؟ اصلا فلسفه ساختن مدرسه توی ایران چیه؟ فلسفه تربیت دانش آموخته چی هست؟ خب یکی غربه و یکی ژاپنه که سیستم‌های آموزش پرورششون کاملا در تضاد با همن. توی غرب میگه من پول دارم،
بچه‌های من لازم نیست مهندس بشن، دکتر بشن. من همه رو میخرم از ایران و هند و چی، وارد میکنم، حقوق بهشون میدم، همشون بلند میشن میان کار بشن. تو کشور خودشون فرصت شغلی پیدا نمیکنن، پا میشن میان. پس بچه‌های من لازم نیست دکتر مهندس بشن. بچه‌های من برنامه ریز بشن. یعنی فقط ایده پردازن، آزادن توی کلاسا بدون کمترین فشار، برای اینکه ایده پرداز بشن که چجوری میتونن از منابع موجود در جهان استفاده بکنن. بقیه رو همه چیزو میارن، وارد میکنن. ولی یه کشوری مثل ژاپنه دکتر مهندس وارد نمیکنه، که ما وضعیتمون شبیه ایناست. ما دکتر مهندس قرار نیست وارد بکنیم. پس سیستم ما نمیتونه شبیه سیستم غربی باشه، بچه‌ها آزاد باشن، تفکر خلاق. یک بخشی از بچه‌ها اینطوری تربیت پیدا میکنن و شرایط براشون فراهم میشه. یک بخش بزرگتر، بخش منسجم و منضبطی که کاملا بر اساس فلسفه اون جامعه داره پیش میره که ما چی نیاز داریم. الان طرحی که توی ژاپن، حالا بخش پزشکی رو من خیلی آگاه ترم، وجود داره، اینه که اینا دیدن پزشک خیلی زیاد دارن ولی پزشک محقق خیلی کم دارن، که من تازگی شنیدم ما اصلا تو ایران تقریبا نداریم پزشکی که تحقیقات هم انجام بده، خیلی نادره توی ایران. اینا اومدن چیکار کردن؟ به این پزشکا اعلام کردن که شما میتونید استعفا بدید از کاری که الان دارید انجام میدید و برید ادامه بدید، اپیدمیولوژی بخونید، وارد رشته‌های تحقیقاتی بشید در مورد پزشکی و بعد به عنوان محقق کار بکنید. بعدش میتونید انتخاب بکنید با شرایط متفاوت. و الان بخش بزرگی از بدنه پزشکی رو دارن هول میدن تو دانشگاه. تمام همکلاسیای من پزشکن. یه نکته که میخواستم آخر سر بهش بپردازیم این بود که اون چی که در غرب اتفاق میفته متناسب با نیازهای خودشونه. خب اونها طراحی کردن، سیستم‌هایی رو طراحی کردن، بر اساس اون به قول شما یک هزینه‌ای رو انجام دادن تا یک سری دارو و یا تکنولوژی خاص در واقع تولید کنن و بعد این رو به راحتی در اختیار همه قرار نمیدن. پس این ما نباید از اونا انتظار داشته باشیم که با ما راه بیان. ما باید برگردیم به درون سیستم ایران و اینجا مشکل رو حل کنیم. بیایم بگیم از اول ما حالا در بخش دانشگاهی پروپوزال ها رو، پایان نامه ها رو، مقاله ها رو، همه رو در جهت نیازهای خاص خودمون طراحی کنیم. بگیم آقا کسی که در ایران داره درس میخونه فرض بر این هست که مشکلات ایران رو حل کنه. خیلی درسته و شرطش اینه که به مشکلات بدون رو دروایسی نگاه کرد، یعنی بپذیریم که چنین چیزی وجود. و شرط دیگهش این هست که افرادی که نظارت دارن بر این خودشون انسانهای متفکری باشن. اگر کسی که با فلسفه آموزش و پرورش به قول شما آشنایی نداشته باشه نمیتونه مدیریت کنه روند علمی در ایران. یه روز ما بر این اساس مدرسه میسازیم، یه روز ما از شرق پیروی میکنیم، یه روز از غرب، اینقدر از غرب میگیریم، اینقدر از شرق میگیریم، الگو میگیریم، بدون اینکه اصلا فلسفه کار خودمون رو بدونیم که اصلا میخواستیم چه کار کنیم. من باز یه خاطری رو بگم از یکی از همکارانم در اینجا. من میخواستم یه پروژه‌ای رو بگیرم در مورد آیین بودا، در مورد آیین بودای ژاپن و کار کنم و زندگی این آقای شینران رو که نقش زیادی در واقع مدرنیته شدن ژاپن در قرنهای بعد داشت، یعنی زمینه رو آماده کرد که ژاپن یک کشور بودایی صرف در واقع متعصب نباشه. همکار من حرف جالبی زد، گفت که ما چون مجاور چین هستیم و باید در رقابت با چین به اون عظمت باشیم، ما هیچ موقع شما نمیتونید یک فاند یعنی بودجه دولتی پیدا کنید که آخر سر یک خروجی پولی نداشته باشه. ما اگر مثلا برای آیین بودا فاند دولتی یعنی پول دولتی خرج کنیم به مشکل برمیخوریم. شما باید مثلا بانی خصوصی پیدا کنیم، مثلا یک معبدی هست اونای پولی در این جهت اونو میتونی پیدا کنی، ولی هیچ وقت دولت پول جایی خرج میکنه که ثروت اصلا یکی هم در رقابت با چینه. اصلا گفت دیگه، گفت چین داره مثل اژدها پیش میره، من اگر غفلت کنم، این سیاستمداران ژاپنی غفلت کنن،
اینجا شکست میخوره، شکست اقتصادی میخوره و از بین میره. به نظرم ما میتونیم در مورد این بحث یعنی سطح پایین‌تر و جزئی‌تر کاربری علم در جامعه و اون سیاست‌گذاری‌ها که منجر به تولید ثروت، تولید گردش پول و کارآفرینی از طریق علم میشه، ما میتونیم بیشتر بعداً هم صحبت بکنیم. به نظرم برای این ویدیو اینقدر زمان کافیه. در ویدیوی بعدی حالا با من بیشتر بخش مثال‌ها و ایشون بخش تئوری رو بیشتر در مورد علم و حالا با استفاده از تجربیاتمون علم و ثروت و توسعه یک کشور ارتباطشون صحبت میکنیم. وقت شما بخیر، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.